سلام باشقه بلا چطورید؟ براتون دارم مثل همیشه یکتون خوب باشه. من مثل ولگم خوش اومدیم یک ولگی دیگه. چیه؟ فکر کردید قرار دوباره برقصیم؟ درست فکر کردین. حالا یارو تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خب بچه از بحث خارج نشیم. خیلی اوضاع خیته. بچه من توضیح سریع بدم. بچه یوتیوب داره همه سابسکرایبر رو میریزه. یعنی که از دوستای من 80 تا سابسکرایب داشت، الان 9 تا سابسکرایب داره. چرا؟ سابسکرایب فیک هم نزده. به خاطر اینه که یوتیوب میاد چیکار میکنه؟ میاد کسایی که سابسکرایب میکنن، ویدیو رو نگاه نمیکنن، کامنت نمیذارن و لایک نمیکنن، حسابشون رو میپرونه. این سه هفته دقیقاً الان فکر کنم یه هفتهش گذشته، 2 هفتهش مونده. یوتیوب داره به صورت جدی روی این موضوع مانور میده که حسابای فیک رو بپرونه. البته خیلی لاشی، چون داره حسابای واقعی رو میپرونه و فکر میکنه شما رباتین. پس اول از همه اون سابسکرایب اون پایین رو بزنید و لایک کنید و یک کامنت برام بذارید. فرقی نداره کامنتتون چه انگلیسی باشه چه فارسی، چون من به یوتیوب گفتم که ما ایرانیم و هنوز کاربرا کسایی که تولید محتوا میکنن تحریم نیستن که نتونن ویدیو بذارن یا بخوام با فیلتر شکن برن یوتیوبشون گیر بده. و یه موضوعی هم که هستش واسه یک ادم یوتیوب فیلتر رو برداشته. من توی لپتاپم الان یوتیوبش فیلتر نیستش و اگه یوتیوبتون فیلترتون رو برداشته که دیگه خیلی خرشناسی برید تست کنید و با اینترنت ایرانسل فیلترش میره. با همراه اول هم من تست نکردم چون نداشتم دیگه جیمیل. بعد قراره که بریم امروز واسهتون یه ولاگ از ولاگ کوه شارپارک مشهد بگیریم. یه ولاگ خیلی خفن قراره بشه. دیشب مشهد بارون اومد، نگاه نکن الان آفتابی، گول هوای مشهد رو نخوریم. دیشب بارون اومد و احتمالا تو ارتفاعات اون بارون از توده سرد گذشته باشه و برف شده باشه. برای همین قرار بریم یه ولاگ خیلی خفن از کوه شار بگیریم. دریاچه همه اینا هستش. این دیگه ولاگ درخواست نیست، خانه توکلی هم بسته بود. دوستتون دارم مثل همیشه کوچیکمتون مثل ولاگ. بریم ادامه ویدیو. لیتس گو. بچه ها بوسریا کوهشار رو به آبشارش و دریاچه‌اش میشناسن و اینجا زده که دیگه نمیدونم دیده میشه یا نه. آبشارش رو بسی بریم رو به بالا به طرف کوه. نقشه کوه شارپارک رو هم اول بهتون نشون دادم. باید اینو بریم بالا دیگه جوری که من فهمیدم.
خب بچه اینجا صدای آب میاد و فکر کنم داریم به جاهای خوبی میرسیم. داریم بالا مدیریت صدای آب میره. بله آها رسیدیم به اولین آبشارش همینجا و اینجا پروژهش رو نوشته. بچه ها اینجا یه پارک تازه تأسیسه و ما الان اینجا دیگه دقیقا کل مشهد الان زیر پامونه. البته بریم بالاتر شاید بیشتر از زیر پام باشه. الان نمیدونم دارید میبینید یا نه ولی غروب هم هستش و این هوای خیلی زیبا داره. خب بچه از اینجا وارد میشیم. اینجا فکر کنم آبشار آخرشه، یعنی باید بری بالا. ما این پایینیم هنوز چون تازه اومدیم و اینجا یه دونه پل داره که روی آبای دریاچه فکر کنم رد میشه و این پل قشنگ از وسط دریاچه رد میشه. جون میده واسه عکس. این همه دارن اینجا عکس میگیرن ولی خب ما اومدیم بریم واسه شما ولاگ میگیریم. خیلی خوشگله اینجا، یعنی همه دارن سلفی میگیرن قشنگ و واقعا خوشگله. ارزششو داشت. میدونی من غروبم اومدم الان قشنگ کل مشهد زیر غروبه، منم قشنگ از این بالا دارم لذت میبرم. ارزششو داشت. چون راستشو بگم من 1 ساعت تو راه بودم تا رسیدم به اینجا. دور بود، از شهر بیرون بود و نه آبشاراش رو دارید میبینید. خیلی خوشگله. خدا وکیلی 100 تومن میدم. اینجا هم بچه هتله که خواستید میتونید بیاد اشغولانه اینجا رو رزرو کنید از قبل و کل مشهد زیر پاتون باشه. و اون جلوتر بچه یک دونه فروشگاه داره بهش میگم بام مشهد. قشنگ شب مشهد دیده میشه. حالا نمیدونم قرار ما تا که اینجا واسیم و دارید میبینید یه همچین جور. پلش خیلی درازه بچه، یعنی یه پل طولانیه و دیگه به امتدای پل رسیدیم. به داریم میریم که بریم. خب بچه از اون پل که رد بشید میاید اینجا به یک دریاچه واقعا بزرگ برمیخورید. یا الله آبشم بکنم زیاد از حد کردم. من برن نیستم. اگه مردم روی سنگ گبرم بنویسید. اگه به خاطر ولاگ اینجا نمی اومد شاید اینجا گبری نبود. یه منظره فوق‌العاده خوشگل زیبا. این سمت آبشار رو هم داریم. عالیه اینجا.
عمقش خیلی زیاده بچه ها، تاش دیده نمیشه، آبش تمیزه، عمقش زیاده، کنم 5-6 متر است، خیلی بزرگه. ما میارم این سمت تا نمیریم بیفتیم اینجا تو این عمق کمش 50 سانتش بازم یخ میزنه، هرچی پاهمون یخ میزنه. اینجا میدید غروب خورشید الان نیست، خیلی نمیدونم چجوری نور افتاده. اینجا یک منظره خیلی زیبا، عالی، یس بیبی. بریم جلوتر بریم دیگه چی داره. خب بچه‌ها این همینجوری باید بریم بالا، نمیدونم باید تا کجا بریم بالا، چون اینجا آبشار میشه و خب داریم میریم که ببینیم چی میشه دیگه. امید به خدا، مهم نیت آدمه. دقت کنید، من همیشه گفتم مهم نیتتون، نگاه ما نیتمون پاک بود. چه منظره زیبایی، واو واو واو. همینجوری داریم میریم بالا و اینجا از این ماشینای قدیمی ها که چیزی میفروشن خیلی زیاده و خب اینجا اون طرف کافی شاپشه و میتونید برید بالا و برگشت میریم. فعلا بریم بالاش رو نشون بدیم. نمیدونم اینجا چی جوریه، خیلی بزرگ و خفنه. داریم میریم که بریم بالا. تا ادامه ویدیو با ما همراه باشین. این میزنه آبشار بله، خب کو آبشار برار سرد و بچه سوز سگ میاد، ناموسن. با دوستان اصلا لایک و کامنت، ناموسن با دوستان فراموش نشه بچه ها. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، پاره شدن. حتی اینجا معلوم نیست باید تا کجا بری بالا، ولی خب ما داریم میریم دیگه. فکر کنم اونجا آخرش باشه، آبشارش اونجا باشه، آخرین آبشار زیاد داره، میدونی؟ آبشار زیاد داره و اینجا باید بری بالا. اینجا سرده، سوز سگ میاد بچه ها. خدا وکیلی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اصلا فقط سابسکرایب کنید. یخ زدم به مولا، دستام قرمز شده آجی. 1 ساعت و نیم تو راه بودم. اینا همش سربالاییه. اینم ویدیو کل مشهد یه چیز درجه 1. خدا وکیل لایک کامنت سابسکرایب، فقط سابسکرایب مقدم، فقط سابسکرایب کن. چقدر خفنه، ولی بعد دیگه ناردم من بالا، سرده. باید بری همینجور بالا. یه ویوی دلپذیر دیگه، شرم دیده نمیشه اینقدر اومدیم بالا. لایک کامنت سابسکرایب بچه ها فراموش نشه. خدا وکیلی سابسکرایب میکنم. یخ زدم، سابسکرایب کنید.
خب بچه ما شکلات داغ گرفتیم. خب عاشقای ولاگ همینجا این ولاگ رو تموم میکنه. امیدوارم که مثل همیشه از این ولاگ خوشتون اومده باشه. به جرئت میتونم بگم یکی از خفن ترین پارک های ایران بود و شاید بهترین پارک کوهستانی ایران باشه. خیلی خفن بود. 3 تا آبشار داشت، طبقه ای میومد پایین و 2 تا آبشار خیلی خفن هم داشت. از اینجا کل مشهد دیده میشد و یک چیز خفنی که بود اینجا 2 تا کافه خوشگل داشت. ماشینا بهتون نشون دادم و من فکر کنم دیگه قیمتاش فضاییه چون توی پارک کوهشاره، ولی نه قیمتاش هم عادی بود. من شکلات داغ گرفتم، خوردم، الان گرم شدم، خیلی خوبه. و الان دیگه اومدیم پایین، تقریبا پایین پارکینگ و زیاد سرد نیست و گفتیم که کنار پرچم ایران این ولاگ رو تموم کنیم. ولاگ خیلی خفنی بود. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مثل همیشه دوستتون دارم. کوچیکمتون مثل ولاگ. تا ولاگ بعدی یا علی مدد بی حد عادت. فعلا یا علی بچه.